بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال سرزمین مکه و مدینه رو ویژگی و امتیازی داده که هیچ جای دنیا این ویژگی و امتیاز رو ندارد و تنها در دنیا دو جا هستند که به عنوان حرم معرفی شدند که حرمت خاصی رو دارند و احکام خاصی رو الله متعال برای این دو نقطه مشخص کرده که امتیاز این دو نقطه به همین هست. اولین حرم مکه هست و دومین حرم مدینه منوره که به حرمین مشهور هستند. حرمین یعنی دو حرم و ما در اسلام بیشتر از دو حرم نداریم. حرم یعنی فقط و فقط مکه و مدینه. حتی مسجد الاقصی حرم نیست. جاهای دیگر که مردم حرم می نامند، قبر فلانی، اینها یک نامگذاری غیر شرعی و حرام هست. هیچ قبری در دنیا نیست که اسمش حرم باشد یا حرمتی رو داشته باشد که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده باشد. حرم فقط مکه و مدینه منوره هستند و حدود حرمین از جانب الله متعال و توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده و مشخص شده. در مورد حرم مکه روایاتی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین در مورد حرم مدینه. در مورد حرم مکه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در یک روایتی که متفق علیه هست و در صحیحین آمده، ایشان تعریف میکند و میگه زمانی که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را موفق گردانید که مکه را فتح بکند و بعد از فتح مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادند و مطالبی را ایراد فرمودند. من جمله این که فرمودند ان الله حبس عن مکه الفیل و سلط علیها رسوله والمؤمنین. الله متعال سپاه ابرهه را منع کرد، نگذاشت که وارد مکه بشوند و رسولش را و مؤمنان را بر مکه غلبه و پیروزی داد، یعنی وارد مکه شدند و مکه را فتح کردند. و انها لن تحل لاحد کان قبلی و انها احلت لی ساعة من نهار و انها لا تحل لاحد بعدی. حرم مکه قبل از من برای هیچ کس حلال و مباح نشده، حمله به آن جایز نبوده و فقط یک لحظه در یک روزی به من اجازه ورود به مکه داده شد که آن را فتح بکنم و بعد از من هم برای هیچ کسی حلال نیست،
حرمتش و حرم بودنش قطعی و تا روز قیامت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت و روایات دیگر برخی از معانی حرم بودن را بیان فرمودند. فلا ینفر صیدها، فرمودند که در مکه کسی حق ندارد که صیدی را دنبال بکند، شکاری را براند، باید امنیت داشته باشند، اهم از این که پرنده باشند یا چرنده باشند. ولا یختلی شوکها، گیاهان مکه مکرمه و خاره هایی که در مکه مکرمه هست کسی حق ندارد که آنها را قطع بکند. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، و اگر دیدید که چیزی در مکه افتاده حق ندارید که آن را بردارید، حرام هست برداشتنش، مگر برای کسی که بخواهد آن را به یک مرکزی تحویل بدهد، میشناسد که مال چه کسی هست، آن را بردارد به صاحبش برساند، این جایز هست. اما این که بردارد برای خودش استفاده بکند حرام قطعی و 100% هست. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که در اون جمع حضور داشتند گفتن یا رسول الله الا الاذخر، یا رسول الله این گیاه اذخر رو ما نیاز داریم، در ساختن خونه، سقف خونه ها رو با این میپوشانیم و در قبرها هم از این استفاده میکنیم، این رو استثناء بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الا الاذخر، به استثناء اذخر، این گیاه را جایز هست که شما این رو قطع بکنید، در منازل خودتون استفاده بکنید، در سقف خونه ها یا در قبرستان از اون استفاده بکنید، هیچ اشکالی ندارد. اما موارد دیگر را رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع قرار دادند. و حدود تعیین شده حرم، در مورد حرم مکه الله متعال مکه رو حرم قرار داده و در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام الله متعال به ایشان مأموریت داد که حدود حرم را مشخص بکند، سنگه هایی را و علائمی را که معروف بودند به انصاب الحرم، نشانه ها و علامات حرم را حضرت ابراهیم علیه السلام گذاشتند. یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام اومدند و به ایشان یاد دادند و راهنمایی کردند که از فلان جا تا فلان جا حدود حرم مکه هست. سنگه هایی رو حضرت ابراهیم علیه السلام گذاشتند بر این حدها و مرزهای مکه و حرم مکی که تا به امروز هم مشخص هست. حضرت ابراهیم علیه السلام این علامت ها رو گذاشت و تا زمان قصی همین علامات بود که قصی دوباره اونها رو تجدید کرد، دوباره دوربر حرم را، علاماتی رو که از زمان ابراهیم مانده بود اونها را دوباره تجدید کرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زمانی که مکه را فتح کردند تمیم ابن اسید خزاعی رو فرستادند که دور بر مکه و حرم مکه سنگه هایی رو بگذارد، یعنی تجدید بنا بکند اونها رو. اگر این طرف و اون طرف رفتند به خاطر باد و باران یا مردم اونها رو تکان دادن، دوباره اون حدود را رسول الله صلی الله علیه و سلم تجدید کردند، یعنی علامت هایی را بر حد و مرزهای حرم مکی گذاشتند. و همچنین در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ایشون 4 نفر رو فرستادند، محرمت ابن نوفل و سعید ابن یربو، حویتب ابن عبدالعزا و ازهر ابن عبد عوف را، اینها رو فرستادند که دوباره حدود حرم را نشانه گذاری بکنند و نشانه هایی که بود اونها رو دوباره احیا بکنند. و بعد از ایشون هم در زمان خلفای دیگر هم این علائم دوباره تجدید شده و نگه داشته شده. یعنی این که حدود حرم و حد و مرز حرم کاملا مشخص شده توسط الله متعال که جبرئیل رو فرستاد، این حرم تعیین شده و ورودی های این حرم را و دایره این حرم را حضرت جبرئیل علیه السلام نشاندهی کردند به سیدنا ابراهیم علیه السلام و ایشان هم سنگه هایی را گذاشتند که تا به امروز هم اون حدود مشخص هست.
حدود حرم مکی از جهت شمال منطقه تنعیم هست، جایی که اسمش تنعیم هست. تنعیم دقیقاً اون جایی هست که امروزه به نام مسجد عایشه شناخته می شود و مسجد سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها در اونجا هست. و علتش این هست که در حج رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به خاطر عادت زنانه نتونستند که عمره رو انجام بدند، بعد از ایام حج رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو تا همراه با برادرش فرستادند و اومدند از تنعیم، از همین جایی که امروزه مسجد هست، از اینجا احرام بستند و برای عمره رفتند، عمرهشون رو انجام دادند. تقریبا در فاصله میان تنعیم تا حرم مکه و تا مسجد حدود 6 کیلومتر هست. این از جهت شمالی هست. و از طرف جنوبی عزا هست یا لبن که نام یک کوهی هست و تا مسجد حدود 12 کیلومتر فاصله دارد. و از جهت شرق جعرانه هست که حدود 16 کیلومتر فاصله دارد. و از جهت شمال شرقی وادی نخله هست، حدود 14 کیلومتر فاصله دارد. و از جهت غرب شمیسی هست، طرف جده شمیسی یا منطقه‌ای که به نام حدیبیه معروف هست و حدوداً 15 کیلومتر تا مسجد الحرام در واقع فاصله دارد. اینها حدود حرم مکی هستند که الله متعال این حرم را قرار داده و توسط جبرئیل نشاندهی شده و ابراهیم علیه السلام سنگه هایی را گذاشت و امروزه هم علامت ها و تابلوهای بتونی کاملا مشخص هست و این محدوده را از بقیه جدا کرده. این در مورد حرم مکه. حرم مدنی را رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام قرار دادند، یعنی حرمتش را ایشان بنا کردند و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام شد که مدینه همانند مکه حرم هست. در روایت صحیح مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المدینه حرم ما بین عیر الی ثور. مدینه حرم هست در فاصله کوه عیر تا ثور. 2 کوه هستند در مدینه منوره که این 2 کوه را و در میان این 2 کوه را از جهت شمال و جنوب رسول الله صلی الله علیه و سلم حرم قرار دادند و فرمودند فمن احدث فیها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هر کسی که در مدینه منوره بدعتی را ایجاد بکند یا یک انسان بدعت گذار را حمایت بکند و جا بدهد، لعنت الله و ملائکه و تمام مردم بر اون باد و در روز قیامت هم الله متعال هیچ گونه فدیه ای را از اون قبول نخواهد کرد. این حرمی هست که توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم محدودش مشخص شده، از کوه عیر گرفته در جنوب تا کوه ثور در شمال مدینه منوره. این منطقه را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که حرم هست. فاصله ای که در میان این 2 کوه وجود داره در شمال و جنوب مدینه منوره حدوداً 15 کیلومتر هست و این منطقه را رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان حرم مشخص کردند و طولش هست 15 کیلومتر و در قسمت شمال و جنوب مدینه منوره هستند. یعنی در قسمت جنوب کوه
عیر هست و در قسمت شمالش کوه ثور هست و این جبل عیر بزرگترین کوه مدینه هست بعد از کوه احد. بعد از جبل احد بزرگترین جبل و کوه در شهر مدینه همین کوهی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان مرز حرم مشخص کردند. این از شمال و جنوبش هست و از طرف شرق و غربش رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 حره را حرم قرار دادند و ایشان فرمودند که انی احرم ما بین لابه المدینه، من در میان 2 لابه مدینه را، این سرزمین که سنگه های آتش فشانی دارد و در 2 طرف مدینه در شرق و غرب مدینه هستم، من اینها را، این منطقه را حرم قرار دادم. پس بنابراین از شمال تا جنوب کوه ثور هست تا کوه عیر و از طرف شرق و غرب 2 حره هستند که در واقع وجود داشتند و امروزه در حکومت سعودی تابلوهای بتونی رو گذاشتن بر حدود حرم که مجموعاً 161 تابلوی بتونی هست که هر کسی که وارد شهر مدینه می شود از هر مسیری که وارد بشود یک تابلوی رو جلوی روی خودش می بیند که مشخص شده که این حدود حرم هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم شهر مدینه را حرم امنی قرار دادند. همان گونه که مکه حرم امن هست، مدینه را هم رسول الله صلی الله علیه و سلم حرم امنی قرار دادن برای کسانی که در شهر مدینه منوره هستند. حره شرقیه که امروزه هم معروف است به نام حره شرقیه، قدیما بهش حره واقم میگفتند به خاطر اینکه قلعه واقم در این قسمت بود. و حره غربی رو در زمان قدیم حره وبره میگفتند، یعنی طرف مسجد قبلتین و منطقه بنی سلمه بوده. کوه عیر که عرض کردم در جنوب مدینه منوره هست و مشخص هست هر کسی که وارد مدینه بشود این کوه را می‌بیند و فاصله ای که این کوه تا مسجد النبی دارد حدود 8.5 کیلومتر هست. از خود مسجد گرفته طرف جنوب وقتی که برویم حدود 8.5 کیلومتر بعدش این کوه قرار دارد و یک کوه بسیار بزرگی هست، حدود 6 کیلومتر طول این کوه هست و در برخی موارد 2 یا 5 کیلومتر عرض این کوه هست که عرض کردم که بعد از کوه احد بزرگترین کوه در شهر مدینه هست و ارتفاع کوه به 300 متر میرسد. در بالاترین نقطه کوه وقتی که حساب بکنیم 300 متر ارتفاع دارد و تا کوه احد 15 کیلومتر فاصله دارد، یعنی طول حرم تقریبا 15 کیلومتر است از عیر گرفته تا احد و دقیقاً تا کوهی که پشت احد هست و اسمش ثور هست. و ثور یک کوهی هست پشت کوه احد که یک کوه کوچکی هست که در واقع احد مانع دیدن هست و رویت نداره. این منطقه‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این منطقه رو حرم قرار دادند، همان گونه که الله متعال توسط دعای حضرت ابراهیم علیه السلام و حتی زمانی که الله متعال زمین رو خلق کردند منطقه مکه رو حرم قرار دادند و به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام مکه رو جای امنی قرار دادند و همان دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شهر مکه هم فرمودند که مکه سرزمین امنی هست. جبل ثور عرض کردم که کوه کوچکی هست و دایره شکل هست، پشت کوه احد هست در شمال مدینه منوره و مرز حرم هست، حرم
مدینه منوره و تا مسجد النبی تقریبا 8 کیلومتر فاصله دارد. تا مسجد النبی که در وسط شهر مدینه هست 8 کیلومتر فاصله دارد و فاصله اش تا کوهی که در منطقه جنوب مدینه هست و قبلا عرض کردم که جبل عیر هست و کوه عیر حدود 15 کیلومتر فاصله دارد. این منطقه یعنی از عیر گرفته تا ثور پشت کوه احد و از حره شرقی گرفته تا حره غربی و دقیقاً مرز غربی حرم جایی هست که دانشگاه اسلامی امروز در اونجا وجود داره، جامعه اسلامی مدینه منوره هست و حدودش کاملا مشخص شده هست. تابلوهای بتونی قرار داده و 161 تابلو دور بر این حرم در واقع نصب شده که از هر طریقی که انسان وارد بشود منطقه حرم را میداند. و دانستن این حدود و حد و مرز و محدوده حرم هم در شهر مکه و هم در شهر مدینه لازمی هست برای اینکه احکامی را که در این زمینه مترتب می شود هم در حرم مکه و یا در حرم مدینه، این احکام را من و شما باید یاد بگیریم، بدانیم و احادیثی رو در این زمینه خدمت شما عرض کردم و سعی بکنیم همان گونه که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم این دو تا منطقه را منطقه ممنوعه و محدوده حرم معرفی کردند و احکامی رو در این زمینه تعیین کردند، انشاءالله بتوانیم احکام حرم را در این دو سرزمین به جا بیاوریم و به هیچ عنوان حرمت شکنی نکنیم. احترام و حرمتی را که الله متعال برای مکه و مدینه تعیین کرده اینها را به جا بیاوریم که باعث می شود که خود ما هم حرمت داشته باشیم. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که در شهر مدینه بدعتی را ایجاد بکند یا بدعت گذاری را جا بدهد و حمایت بکند مورد لعنت و نفرین الله و فرشتگان و مؤمنان قرار می گیرد، یعنی این که هیچ حرمتی رو در واقع ندارد. امیدوار هستم که الله متعال به همه من و شما زیارت این دوتا حرم رو و نماز و عبادت در این دوتا حرم رو الله متعال به همه من و شما انشاءالله نصیب بگرداند. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين.